سلام. امشب موشکاف براتون گزارش میکنه از جلز ولز آخوندهای حکومتی تو تنگه بورانا که دخل نظام آورده. شیخ فری که قرار بود با عربستان و کشورهای منطقه پالوده خوری را بندازه و تنش زدایی کنه، حالا مجبور شده بیاد توی دیویریشو شروع کنه به تیغ کشی علیه عربستان. کشوری که همیشه با دلار کاراشو انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو، به جای دلار خیلی راههای زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور قدرتمندیه. فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا شیخ اعتدال که حرفش این باشه دیگه تکلیف شیخ اشتعال روشنه. بله، اینم از خورخور خرچنگ نظام رو به دنیا و منطقه. این یکی دیگه هیچی واسه علی گدا باقی نمیذاره. یعنی نمیشه گفت سوخته، باید بگیم تعدیل شده. آنکه سازمانهای بین المللی متاسفانه در این عرصه هم امتحان ننگینی دادند. شورای امنیت به جای اینکه از مظلومین حمایت کنه، از ظالمین حمایت کرد و بستر تجاوزات دولت جبار سعودی را فراهم کرد. نکته بعدی مسئله موضع برخی از دول به نام اسلامی است. متاسفانه لکه ننگ برای اسلام شدند. بعضیاشون شریک جنایت شدند، بعضیاشون هم با سکوتشون در حقیقت حمایت کردند از رفتار رژیم سعودی. من حالا سوال موشکافانه امشب ما اینه که آقا جریان چیه؟ چرا یهو آخوندا به هول و بلا افتادن و اینجوری هاپ میکنن؟ این سوزش واسه خاطر کدوم آتیشه؟ بذارید به جای جوابای کلی بریم سراغ چند تا خبر جمع و جور. اولیشو از یمن بشنوید. گروهی از نیروهای یمنی که در کشورهای عربی خلیج فارس آموزش دیدند برای کمک به نیروهای منصور هادی وارد ابین شدند. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ پیوستن کشورهای جدید به ائتلاف عربی. ائتلافی که روز به روز داره پا در میاره و باعث شده جسم ناقص علی گدا حسابی کهیر بزنه. وصلت القوة العسكرية الماليزية إلى القواعد الجوية السعودية للمشاركة في عمليات التحالف ضمن عملية إعادة الأمل في اليمن. وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن مركز عمليات التحالف يتم تحضيره لانضمام هذه القوة وتحديد طبيعة المهام التي ستوكل إليها. ومع انضمام ماليزيا يرتفع عدد الدول المشاركة في التحالف إلى 12 دولة بعد إعلان السنغال الأسبوع الماضي مشاركتها في العمليات. و اما تو همین بحبوحه بود که یه اتفاق دیگه هم افتاد. یعنی یه سیلی دیگه فرود اومد تو گوش علی گدا و هر کی باهاش عیاقه. موشکافیه این تیکه با خودتون. روز یکشنبه عربستان سعودی اعلام کرد که ملک سلمان در یک اشاره واضح به ادامه ناراضی بودنش از سیاست کاخ سفید در قبال رژیم ایران در جلسه کاخ سفید با پرزیدنت اوباما و در جلسه سران در کمپ دیوید شرکت نخواهد کرد. تصمیم ملک سلمان به نظر می رسد موجی را در سراسر خلیج فارس ایجاد کرده است. بحرین نیز روز یکشنبه اعلام کرد که امیر این کشور تصمیم گرفته به واشنگتن نرود. امارات نیز هیئت خود را به ریاست ولیعهد به این اجلاس می‌فرستد. همینه دیگه. وقتی علی گدا تو باطلاق هسته‌ای دست و پا میزنه، وقتی خرش تو گل عراق و سوریه و یمن بکس و باد میکنه، وقتی جوانای مهاباد و معلما و کارگرا دمار از روزگار عظما در میارن، خب همین میشه دیگه. همه میفهمن که بابا این ولایت ورشکسته دیگه ماستم نمیبره. اینجوری میشه که ورق بر میگرده و منطقه رو امامه عظما آبار میشه.
خب رفقا، حالا علت این همه جیغ و داد آخوندا روشن شد. چشم و دلتون روشن، زد زیاد.